بسیار یک فضای مقبول، زیبا، عالی. و یک پیام دارم به دوستا، کسایی که از این فضا میان لذت میبرین، از برف، از زیبایی، از کوه، از درخت، جنگل، دره. زمانی که اگر چیزی با خود میارین، با خود این که یک پلاستیک داشته باشین، خلطی پلاستیکی. هر چیزی که خوردین در بین از این بگذارین، با خود ببرین در جایی که مشخص است، معین است. در اونجا بس یک جای مشخص بندازین که باز کارمنده شهرداری اینا رو جمع کنن ببرن به جای کثافت داری. ولی خواهش میکنم از دوستا که از این فضا لذت ببرین، ولی چیزایی که با خود میارین، مواد خوراکی، هر آن چی که هست، در این برفا، در این زیبایی ها، در این درختان نریزین. بذار که محیط ما همینطور پاک زیبا باشه، مثل این برف همینطور زیبا، همینطور سفید، مقبول، عالی، لذت بخش. و خواهش از دوستا از همه میکنن که باید از این فضا، از این محیط لذت ببرن. بیاین از این فضا لذت برین، تفریح کنین. این روز نمیمونه، این برف نمیمونه. شاید این برف فردا نباشه، ولی و شاید امروزی که هستیم فردا نباشیم. حداقل از این لذت باید لذت ببریم و برای ما شما خوش بگذره. چطور است؟ چی میخوایی؟ اساس